Rahim Production. خوش اومده نغزی سلامتی خوب باشه بگذار زنک انگورا بیو زنک جو انگورا بیو بشه چه دوباره آوردن خوش اومده بشی بیایم خوش اومده انگورامو هدر خوکی پاتون صدقه خوش اومده میگم کام نشه چی اومده خوش اومده سیاره جان میگم نه خاکل داکی جو اکانت گفتیم ولی توی نشده میگم گشت اومدن کارتون حل نشه چی ولی کارو حل نشده بگه خمیش نه چی تنگ زنگ رفت ما رنگ خونه خیتون بشینه چی هنری داری کدام جون می خیشتاورتم اینه مردک جون خیشتاوری من نیست خیشتاور نیست ینگملو گجوده ینگملو گفته ترا پرسیدم اومدم بیبی ما همسویه شقه دوشه واه خیلی مهمون توی خیدو یه هفته در اینجا چند روز اومدن خوب رفتن میریم دینمی روز رفتن با گشتن کارشون بود نجده اومده خیلی مهمون توی خیدو توکش بخدو یکم چی بیار خیلی نشه اصلشون کنی و خیلی برای یکم چی بیار تو بکنم همین آدم توی جاجه بیرون میشته برای خیلی توکش بخدو برای یکم چی بیار بشینه بچه بشینه خانزانه بگیرن یکی بگیرن یکتا گفتم آش دخته استای خانزانه کارو نشی دیگه چوکا دیانده حاضی شما بشینه بیایستی چوکا بیا چی گپ شی بیا مرده بز نه من گفتم که یکم چیزا چهار تا جوز بز که گفتم کارتشکر سرخ که گفتم همون با نشید آش کنم اگه شو همه گفته است یک هچ کبریو نکن آش کنن آش کنن چی گپای بس یک خب بس نکو بس مین برا آخه چی کو کده برا یا بربین هواتش بیستی بس مین چی گپ میشیده چی حرام میشه خب نامی بزندکی چو آخه چو کده بزا بس حرام میشه من حرام شوا وی چوه؟ ای خشوی قدای بیبی تو میفهمه یه هفته دیگه نمیره چی؟ ماده که گفتم که من خیلی چیزی را نغز نمیبینم سری آدم میشم گشتم همین دنیا اصلا چوکری زنک جون؟ ها درست می؟ ها نه چیزی را گشتی اینجا هیچ نمی گفتم که برم یک کار برم او زنک تو من کرم روز شرمنده میگو بین اسم مردم رو تو من چیز کردی آبرویم نادابر بفرامده است تو آبرو من اپتال پا بزدی مادر همین چیزا معقول نه آخی هم معقول هست نیست تو نه عروس یک هفته شده سالی یه؟ نه ساعتی رسون نونیم با میخیزی مردم چیز میگون اینجا ده امارا آبرو من اپتال پا بزدی یه از سرت ماندم این کار بارد من دیل من گرفته عروسی یک هفته نه لکه شرمنده ما این کار با رفتی اما من خودت میدونی شرمنده نکنده کن شرمنده کننده کن رفت یه نمیزنه هیچ چیز نمیشه در نمیشه گفتی اما گفته نه یا چی شدیم درم پاس برو تا اومدن شد سوال منیم کنم نفسی از برم که قفوی کشم رفت کودای کچون نبینم چی کدم همو را به قپ ما همو آدم حاضیجه اول ما باید این زنک ببینم چون که خبر رو همه را مدد همی داده گیار حاضی من درشت تک کنم حاضی خلا سلام علیکم خلا اومدی خلا جان سازین تینجین کارا تو خوبه اومدی او هم خبر داده بودین که ما هم رو خواستیم اومدیم ببرین که مایل خشم دنیو شما دا بگین مرا گوش که با اینو ما یکم چیگاه نزنی ما اینو شما شما رو نمیدم نمیدونم اینا گوش کن آدم خوب باشه آیده هندری مرا بی من ایسه های میکنم وای اوسو میگم نودم بچه بده باشه
باشه 2 سال خدمت 2 سال عذابش میتم عذابش بتم عذابش میتم او حیاتا بفهمه کتی ایغام تیش فهمیدی آدمش میکنم آدم گوش کن اینه خونه رو دیدستی ای انا چپرک دارم انا میخونه باز من بچه ما فریاد میکنن فهمیدی مایل کتی من. امراه میره تا اونجا بچه تونه فریاد کنی نرغول جان نرغول اسم بچن فریاد کو بچه تونه بیا بچن بیا یک کتی برا گوش کن خیلی دادر جان سازی تینجی گوش کن رو ای اکت تو کار نگی کارو ده اینه میبرده هم خونش نشون میده خونی قاشای کو خونی هوای نشون ته فهمیدی خونی هوای نشون ته با خودش میدونه چیکار کنه بده بی خیر رحمت این خوبیاتا فراموش نمیگی بیا کو با وای نکن من نگاه میکشم من شرمنده شدم از دست این زنک همین کار با برافته همین عذاب همین نبینم شرمندگی در کن این خیلی میشد من نه هیچ نفهمیدم این زنک این بیاش بالا آفتی جان یه من همین مادرم گفته آوردم همین عروس من با دادم خودش هیچ ابلا ها یه ابلا اومده است هیچ ابلا اومده است پیاما اینجا کمتر برم من کمانی تیا لونکای بوی تیا در بالکن ششتگیم پلاژ نه وچ خالی بود علی خالی جان نمیجا نه رفتیم یه بی نرخون جون اینجا بیرو من اینا این شکلو تا بگی رحمت خب چرا دیدی دسترش میکشم میگیرم دروی ماشین فهمیدی ریسکی قفل داشت نمیشه که میگریزم ریسکی هو بیا اینجا بیا ای خاله جان زنده باشی رفتیم قبیدیمش باور که در دروی خوبچه چی میگوی کمرش در دروی خوبچه داختیمش یه عذابش میتیم کو ای بچه چوکدی خپیدن شاخه قبیدیمش او مرا نبینن دری همسایگی نیتا میشوده میدونم وای خوبی اختا فراموش نمیگی چیکو کنید ما او را قبیدم عذابش بتین که بفهمه که همسایه چیه بعد ها البته با ما او را کو عذابش بتین ولی صورت گرفتگیم شولی احوال شب اور بی کدا چی اولای بینم شده چی اولای اینا یه بور ببینش پنجر شد چوکدی خاله جان ای سرتون مونه یک چی با خپیدن تونه چیکو کردین شما چوکدی آخه همین بچه نشان داد من رفتم قبیدم شا بردیمش ای سرت مونه کتی دیونگی آخه ما ترا بیدم راه نشانده نگفتم که آدم نشانده در سر دل دلاوی چی میزنی؟ کیه مو کی را خبیده مگنه آخه این قوش نیست نه کیه مگنه خاله جان وزمیش آخه مرا شرمنده کرد آخه کیه بایی این کیه این زنی قوشه سلام علیکم همون خونه بهرام خوجاشون نکجا بود؟ اینه میره در راست رفتم بگی خونه رئیس الاقلام دیدم من
خونتون کفته افتم اومدم اینا پیش اومدم مکی گفته کو اشما آفاجان 530 سومون شد ای بگیره ای چیه پیتوخ بودای فهمیدی